سرهنگی پلیس در تاجیکستان به آدمربایی متهم می شود. منصبداران سغد را از امتحان قابلیت کسبی گذرانیده اند. دو مهاجرزن تاجیک در ابخازیا هر کدام به 15 ساله زندان محکوم شدند. هزارها تن زردآلوی اشت از نبودن کارگر تلف می شود. دادستانی کلی تاجیکستان یاوری سرداری ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمانی یافته وزارت کارهای داخلی را بازداشت کرده است. سرهنگ یا پالکاونیکی میلیسا اکمل یوسف زاده را به آدمربایی گمان برمی‌دارند. در وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل خبر را شرح نداده‌اند. رادیوی آزادی با استناد به چند منبع می‌نویسد اکمل یوسف زاده به آن گمان زده است که شب 12 ایون اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارتی تاجیکستان را زوراً به ماشین سوار کرده به سمت نامعلوم برده است. از آن وقت تا حالا معلوم نیست که به آموزگار چه شده و او در کجاست. مقامات تفتیشاتی احتمال کشته شدن آموزگار را صرف نظر نمی کنند. نزدیکانش بیش از یک هفته باز اسماعیل رحمانوف را جستجو دارند، اما گفتند به مقامات زبان خط دادند که با رسانه ها گپ نمی زنند. همچنین رادیوی آزادی از دستیابی به نوار خبر می دهد که در آن 2 نفر آموزگار اسماعیل رحمانوف را کشاله کرده می برند. حادثه در محله یکم سویتسکی شهر دوشنبه روی داده است. به قول همصحبتان رسانه شب حادثه آموزگار اسماعیل رحمانوف در خانه خواهرش در محله یکم سویتسکی دوشنبه بوده است. روز 19 ایون خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل خواهر اسماعیل رحمانوف رفتند، اما او در این باره گپ نزده است. یک منبع در مقامات تفتیشاتی روز 19 ایون گفته که اکمل یوسف زاده در بازپرسی های اول گفته است گویا آموزگار را تا حدود ناحیه ورزاب برده در آنجا رها کرد، ولی میتواند این حقیقت نباشد. و اطلاعی دریافتی نزدیکانش او را در ساحل های دریای زرافشان نیز جستجو دارند. به قول منبع های نزدیک به 2 خانواده همسر اکمل یوسف زاده و اسماعیل رحمانوف در دانشگاه تجارت کار میکردند. شاهدان میگویند چی ماجرای میان 2 همکار سرزده پالکاونیک شبانه او را برای صحبت دعوت کرده بوده است. در کارگاه او دانشگاه تجارتی تاجیکستان تصدیق کردند که اسماعیل رحمانوف و همسر پالکاونیک یک جای کار میکردند. رحمانوف از اختصاص منیجمنت درس میگفت، همسر پالکاونیک باشد از زبان انگلیسی. یک همصحبت رسانه در دانشگاه تجارت در صحبت بدون میکروفون گفته است اسماعیل رحمانوف نیت داشت به زودی رساله علمیش را حمایت کند. 1.5 هفته قبل پیشدفاعی رساله اش را حمایت کرد و بعد آن دیگر به دانشگاه نآمد. اسماعیل رحمانوف زاده ناحیه جیهون قمسنگری پیشین بوده در کافدره منیجمنتی دانشگاه تجارت کار میکرد. او 38 ساله و صاحب 4 فرزند بوده است. منصبداران ولایت سغد را از امتحان قابلیت کسبی گذرانیده اند. به اطلاع آژانس خدمات دولتی تاجیکستان هدف از برگزاری چنین چاره‌بینی معین کردن مهارت کسبی و دانشی منصبداران بوده است. نمایندگان حکومت از آگاهی وظیفه‌های خود و تابع آن، دانستن زبان تاجیکی، سمت‌های سیاست داخلی و بیرونی کشور، دانستن سندهای حقوقی از جمله کنستیتوسیون تاجیکستان سنجیده شده اند. همین طریق سنجش اول در ناحیه دیوشتیچ گذرانیده شده است. گفته می شود که هدف از برگزاری چنین چاره‌بینی معین کردن سطح دانشی منصبداران و موقع آنها بوده است. سنجش در اساس فرمان رئیس جمهور و همچنین با فرمان رئیس ناحیه اشورعلی جلیلزاده صورت گرفته است. گفتنی است در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده از بیسوادی منصبداران تنقیدها زیاد است. اکثر منصبداران حتی با زبان ادبی دولتی صحبت کرده نمی توانند. دادستانی کلی ابخازستان خبر داد که با حکم دادگاهی سخومی پایتخت این جمهوری اعتراف نشده 2 زن از تاجیکستان 15 سالی به زندان محکوم شده اند. به اطلاع منبع نیلوفر بازاروی 22 ساله و میدگل رحیموی 45 ساله به فروش مواد مخدر گناهکار دانسته شده اند.
حکم دادگاه روز 9 ایون برآمده است. سامانه دادستانی کلی ابخازستان 16 ایون نوشته که زنها به نگاه داشتن بیش از 11 گرم متادون گناهکار شده‌اند که مقدارش مخصوصاً کلان حساب می شود. بنا به معلومات رسانه‌ای شده، نیلوفر بازارова به گناه خود پر اقرار شده و علاوه 15 سال حبس در زندان نظامش عمومی به پرداخت 600,000 روبل به فایده دولت محکوم شده است. میدگل رحیمووا گفته است گناه ندارد، اما به علاوه 15 سال زندان به پرداخت 700,000 روبل جریمه نیز وظیفه‌دار شده است. معلوم نیست محکوم شده ها از روی حکم دادگاه شکایت می کنند یا خیر. پس از 3 سال بی‌حاصلی امسال به سبب نبودن کارگر و نرخ بسیار پایین رفته زردآلو، دهقانان ناحیه اشت به مشکلات زیاد مواجه شده اند. زردآلو که در ناحیه اشت از منبع اصلی درآمد محسوب می شود، 3 سال گذشته بنابر هوای نامساعد که زمانی گل زردآلو برف می‌ریخت یا حرارت هوا زیر صفر میشد، حاصل نداشتند. این و دیگر سبب‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سبب شد هزارها خانواده که زندگیشان کاملا از حاصل زردآلو وابسته است به روسیه کوچ بندند. حالا در برخی از دهه‌های اشت از 4 حولی به در 3 تایش قلف زده شده است. پس آن یک در باز هم اساساً پیرانسالان زندگی می کنند. امسال حاصل فراوان شده است، اما کسی نیست این حاصل را جمع کند. دهقانان میگویند برای جمع آوری حاصل کارگر پیدا نمی کنند. حق کار یک کارگر برای یک روز 200 سامانی شده است. گذشته از این برای آوردن کارگر و خوراک او حداقل 50 سامانی دیگر مصرف می شود. در عموم دهقانی که روزانه 8 کارگر کرا می کند باید 2000 سامانی مصرف نماید. برخی دهقانان که زمین های بزرگتر دارند به 30-40 کارگر نیاز دارند. اما با وجود نرخ بسیار گران کارگر پیدا نمی شود. دهقانان از پیدا نشدن کارگر و تلف شدن حاصل در پی آن شکایت می کنند. هر سال صدها خانواده تاجر از خود اشت و کان بادام و اسفره برای خریدن حاصل و سپس جمع آوری و خشک کردن آن به باغ‌های زردآلو می آمدند. امسال شمار آنها هم به مراتب کمتر شده است. هجرت به روسیه از کان بادام و اسفره نیز کمتر از ناحیه اشت نیست. دهه‌های این دو ناحیه هم 2 سال اخیر تقریبا خالی شده اند. هزارها دهقان و ساکنانی که در حولیشان این درخت را دارند و منتظر پختن آن بودند تا به فروختنش مبلغی به دست آورند به بازارها ریخته اند، اما از خریدار درکی نیست.